با درود خدمت همراهان و دنبال کنندگان کانال گاراژ لب، با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. در ویدیو قبلی همونطور که دیدید ما این دستگاه رو به صورت کامل تمیزش کردیم، همه قسمتاشو، و امروز می‌خوایم تیغه‌های زیرش رو عوض کنیم. ولی یه نکته خیلی جالبی که من می‌خوام راجع به تیغه‌ها در این مدل دستگاه بهتون بگم و اکثر دستگاه‌های چمنزن ربات اینا پایین به صورت 3 تیغه هستن. من از آمازون اومدم یک در واقع صفحه رو خریدم که همینطور که تو تصویر مشاهده میکنید جای 5 تا تیغه داره و این باعث میشه عملکرد دستگاه بالا بره و بتونه با سرعت بیشتری و با کیفیت بهتری چمن رو بزنه. این توی این مدل دستگاه برای هر کدومش پیچ ها و تیغه ها گذاشته شده به تعداد 4 دست، 5 دست معذرت میخوام، یعنی یک دونه که رو خود دستگاه هست میشه و 5 تا یدکی، 4 بار یدکی هم هست. به طور نرمال هم باید این دستگاه هر سال یک بار باید این تیغهاش عوض بشه. خود دستگاه جدیدای دیجیتال خودش هم تو داخل نرم افزار پیغام میده که باید تیغه عوض شه. همونطور که مشاهده میکنید تو تصویر ما اینجا 3 تا برای باز کردن صفحه 3 تا پیچ آلن شماره 4 داریم که به راحتی با پیچ‌گوشتی با آچار آلن میتونید شما اینو بازش کنید و همونطور که تو ویدیو قبلی هم تاکید کردم خیلی مهمه که اینها رو با آلن دستی باز کنید، نه با پیچ‌گوشتی شارژی، چون که باعث آسیب دیدن پیچ‌ها میشه. همینطور برای صفر کردنش، چون نیاز نداره خیلی صفر بشه، یه قطعه خیلی ساده است، خیلی سبک و همینطور که میبینید من اینو یکی یکی پیچ‌ها رو باز میکنم، کنار میذارم. چون ما اینجا میخوایم این کاملا سفر عوض کنیم نیازی به تعویض کردن این تیغه ها نیست. بخاطر من این تیغه رو گذاشتم روش باشه، در واقع بخواد اگه اینا رو تعویض کنید یه پیچ 4 سو است. اینو به این حالت در میارید، همونطور که میبینید جا داره، این سوراخ باعث میشه و داخل بیافته و این هر کدوم از این نقطه ها باید داخل یک دونه سوراخ های خالی بیافته و 3 تا هم پیچ ها هستش. صفحه جدیدم دقیقاً طراحیش به همین صورته، 3 تا جای سوراخ پیش، 3 تا هم خار داره که داخل صفحه میافته، روی دستگاه میذارید میپیچونید تا بیافته. دقیقاً باید جایی بیافته که بله همینطور که می‌بینید الان جای اینا میتونید جای پیچ هم اینجا مشاهده کنید که کاملا جای رزوا مشخصه. حالا ما مجدد پیچ‌های آلن رو برمیگردونیم سر جاش، همینطور که تصویر مشاهده میکنید. این مدلی که من خریداری کردم فقط با این مدل نام ریموو پاسن نیست، در واقع جور نیست، با مدل‌های بسیاری از مدل‌های دیگه هم جور هست و میتونه استفاده بشه برای مدل‌های دیگه هم. نیازی هم نیست خیلی صفر کنید. آخرین وقتی پیچ به انتها رسید با یک فشار جهت عقربه های ساعت اینو صفر میکنید و کافی. همچنین من الان میپیچونم تا به انتها برسه، بعد سفر نگه میدارم، یه در حد 1/4 دور بهش میدم. حالا ما اینجا تیغه ها رو یکی یکی روش میندازیم. دستکش دستم متاسفانه نمیتونم راحت درش رو باز کنم. دستبندی کاملا درست، پیچ ها و تیغا. و اینو حتما دقت داشته باشید که برای بستن تیغا حتما دستکش استفاده کنید، چون تیغا بسیار تیزه و امکان داره که آسیب بزنه به دستتون. این تیغه ها جهت نداره، اگه دقت کنید دو طرفه است، یعنی فرق نمیکنه به این جهت بذارید یا برگردونید به این جهت بذارید. یکی یکی. یه نکته دیگه هم بگم، داخل بسته‌اش یه پیچ‌گوشتی 4 سوی کوچیکی رو توش گذاشته بودن که میتونید از همون استفاده کنید یا میتونید خودتون از پیچ‌گوشتی خودتون استفاده کنید، هر جور که این تیغه هم استاندارد خودش طراحی شده. من با این پیچ‌گوشتی بزرگ راحت ترم و با این نصبش میکنم.
من در دوستان همونطور که میبینید ما بقیه تیغا رو هم وصل کردیم. فقط یه نکته خیلی مهمی، 2 تا نکته یعنی. اول اینکه این پیچ‌ها رو باید با پیچ‌کشی دستی ببندید، نه پیچ‌کشی شارژیشون از بین میره و قدرت پیچ‌کشی شارژی بالاست. حتما تاکید میکنم باید با پیچ‌کشی دستی. و این تیغه رو ببینید الان بابا اینا چه فرقی میکنه؟ اینا همشون حرکت میکنه ولی این صفر شده. این اشتباهه. یعنی باید اینو شما شلش کنید، بیارید بالا که کامل بیافته داخل این مرز پیچ و پیچ رو صفر میکنید بعد آزاد باشه. دلیلش همینه که انعطاف پذیری این باعث میشه وقتی این در گردشه خودش به خاطر نیروی دورانی که داره خود تیغه ها صاف میشه و شروع کنه کار. ولی این برای اگه صفر باشه به جای برخورد کنه مثل چیزای محکم بلافاصله تیغه بمیره، ممکنه سفر هم بین ببره. بخاطر همین تیغه باید آزاد باشه که بتونه به راحتی حرکت کنه. خیلی ممنون از اینکه ویدیو رو مشاهده کردید. امیدوارم که دوست داشته باشین ویدیوهای ما رو و ما رو حمایت کنید در کانال. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. مرسی. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.